ماشاءالله. mana hoca xola ho inshaalloh masjidi g'amoma rafsodiyam. mana masjidi g'amoma, mana masjidi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اوجای محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من الحمدلله شمایان عزیز که مدینه منوره آمدم، زیارت های مسجد پیامبرمون محمد صلی الله علیه و سلم همه شما عزیزان من نصیب کرد. ان شاء الله زیارت ها دوام دوست. این مسجدی که من شما نزدش قرار دارم مسجد الغمامه میگن نمشه. الغمامه، مسجد الغمامه یکی از مسجدهای تاریخی که از دوره رسول الله صلی الله علیه و سلم تا همین دوره رسیده آمدگی مسجد. الغمامه گفته لغت انده یعنی ترجمهش همین که ابرهای توپ شدگی غمامه میگن. ابرهای قفصی که هر کجا توپ میشد الغمامه میگن. شما سوال دادن تو ممکن که چوا الغمامه میگن؟ برای چی؟ وقتی شد دوره رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه به این نهایت خشکی زیاده شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحابشون صحابه های توپ کده برآمدن همینجا حولی کلان بود. این گونه امارت ها مهمانخانه ها نبود، حولی گیم که کلان یکسره بود. همین برآمده نماز استسقا میخوانند. نماز استسقا نمازی که وقتی که یک مسلمان به بلا کلفت میبیاد، یگان خشکی میبیاد، برای الله به مناجات کردن، برای از الله مدد پرسیدن میخواندگی نماز، این نمازی سه میگن استسقا. بینید یک فایده، بینید نغزه که گوش اندازید که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که مصیبت می اومد، وقتی که خشکی می اومد، وقتی که بلا می اومد، کیا مراجعت میکردن؟ الله به مراجعت میکردن، الله به دعا میکردن، الله به تکیه میکردن، از الله مدد میپرسیدن. الیکن صدها هزار افسوس که ما مسلمان شده امروز نوم مسلمانی گرفته، نوم حاجگی گرفته، اکثریت من شما سر ما مصیبت بیاد پیش بخشی رفسادیم، پیش فالبین رفسادیم. الله نگه دارد. یعنی موضوع اساسی ما اصلش مسجد الغمامه که تنش شدن نیکن. موضوع مسجد انده من شما ضرور چیز مهم چیست. ما هر چه مسلمان باید که وقتی که یک مصیبت بیاد ما باید الله به تکیه کنیم، الله به مراجعت کنیم، الله به دعا کنیم. اون فالبینایی که من شما رفته و ها یک پیشگویی میپرسم، یک مدد میپرسم، یک شایش کار میپرسید، یگان تش از دستش یگان چیز نمیبیاد. یگانه ذاتی که من شما یاردم میکند، من شما مصیبت دیر میکند، من شما خرسندی بخت و سعادت میتید،
من شما نجات میتید این کی؟ این الله. برای معلومات دونسته گرید که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن کدام انسانی که پیش فالبین میرد، کدام این نقصه من چوه شما گفتم زنها به این نهایت بسیار میرن. امید میکنم که شما یگون تا رفتگی نه یا اینکه رفتگی باشیدم توبه کردگی. دونسته گرید که کسی که پیش فالبین میرد، فالبین میرد گفته فالبین تصدیق میکند، دینش نیست گفتن، مسلمان نیست و از دین اسلام برآمد کافر شد گفتن. یعنی شما بینید از دین اسلام جدا میشید، غیر دین میشید، نکاحتون شوهرتون که ویران میشد، شما همچون زناکار میشید. الله نگه دارد. هر روز زندگیتون حرام مبدل میگردد. و دیگه حدیث انده میگون رسول الله صلی الله علیه و سلم کدام کسی که فالبین میرد گفتش به که باور نمیکند، گفتش به باور نمیکند، این انسان هم از دین میبرد گفتن. بینید حتی شما رفته گفتش تصدیق کنیدم، تصدیق نکنیدم، شما یعنی کافر میشه. سوم حدیث است که یک انسان رفت گپ فالبین که تصدیق نکرد، گپش هم باور نکرد، هم یک سمی گفته باشد گفته برای اینترس رفت 40 روزه نماز خوندگش قبول نگفتن. در 40 روزه نباشد حج کنید، حج هم قبول نی. یگان عمل صالح از شما قبول نمیشه. چون که بخشی دشمن الله، غیب الله میگوید که من میدونم، بخشی هم میگوید که منم میدونم. ان شاء الله با صحبت و افتابوزنده درباره سحرگر حقیقی کی بدنش چخیل سحر میکند، چخیل من شما الده میکند، چخیل دشمن الله وای، چون انسان کافر میشد. همشه این شمایان عزیز به ان شاء الله گفته میتیم. برای معلومات دانسته گرید که ما هر یک کار مونده باید الله به مناجات کنیم. این خیر رسول الله صلی الله علیه و سلم من شما تعلیم دادن که ما باید هر یک حالت مونده خرسنده ما الله به شکرانه کنیم، خفگی مونده از الله دعا کنیم، مصیبت انده الله به دعا کنیم که الله دفع کند. همه چیزهای دفع میکرده که الله همین چیزا ایاد نبرورید. رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه‌هاشون توپ کده بر اومدن، بینید که الله به بی نهایت باورشون کلام بود، بی نهایت الله دوست می داشتن، الله خود دیساگه با این عبادت میکردن، در راه دعاشون مستجاب میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم خیلی استادن، قبله این طرفنده نماز استسقا خواندن، دست برداشتن از الله پرسیدن الله این خشکی که برای ما گسیل کردی این یک حکمتش بدگست. الله این خشکی از جانب تو، ما گناه ما توبه کردیم، ما استغفار کردیم، الله ما یعنی برای ما باران از آسمان ته، در حقیقت باران الله میفرستد. رسول الله صلی الله علیه و سلم حال دعا کرده، دستشون پایین به نفرد اومده، بالاهای ابر زیر کرده باران میبارد. سبحان الله. بینید کی دعای ما هم خیلی مستجاب شد. ما دعا میکنیم باور نمیکنیم، خش خدا میده باشد منه، خدا باشد منه، پیش فلانچی بخشا روام می، فلانچی زور میگونه، فلانچی پلش گمشه از یافته دو است، کیلندش دزدوده است یافته دو است، استوانچی چه دخترش دزدوده است نمیگو، همه کیلن به عیب دور میکنن، چه خواهرت دزد نمیگو، ده اوسنت دزد میگو. ها بینه چه دشمن الله میگو، چه کی سیله رحم رسول الله نگه دار تا گفتند بخش جدا میکنه شما. پیش یک بخش میرید میگود که یک سیاهک پستک گود من با این سیاهکو بالا مون، یک قدراز گود ببینید خواهرتون قدراز خواهر با باور نمیکنید، اوسن یا همسایه خیش شو بالا موندگی، شو خیش خودتون نمیبینید، خواهرتون خواهرزادتون نمیبینید، قدراز خواهرزادتون هم هیکو شنیو که نیسمی. برای هوای دشمن الله کی، برای الله دشمن الله کی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن کسی کی سیله رحمه خیش تواری زیاده میکند، سیله رحمه محکم میقبد، الله عمرش زیاده میکند، رزقش برکه میتید. گفتن امروز شو هم من شما زنکای نقص کسل شو از عمر کوتش بر اساس عمرها به برکت، چون که من شما حیات ما فقط یادگار بخلی، غیبت، سوچک، بخش روی، فالبین روی. من اینجا ببینید چه هیچ که عذر همه تنش ساق مزه کیفیت، چون که شما عبادت الله کتبان اینجا بخش نیست. الحمدلله خیریت نباگش حال باقی نمیرفتید این لیگ با شما گرم کنه مفته طور می الله نگه دارد. یعنی من حاصل طریقش نمیگم این گپ های وازمن اصلش من شما از دین اسلام جدا میکند، نمازمو بیکار میشد، حجمو بیکار میشه. که چیز بخش و حواس نکنید. بینید رسول الله تعلیم دادن که الله پرسید الله میتید،
mana darmonda kiyay ki oли دستش نفرت اومده دوش مستجاب شاگی ان شاء الله بدگس لیکن همه وقت الله به تکیه کردن یاد گیرید یگانه ذاتی که ما یاردم میتونید فقط الله بخشوی بینید خودش به یاردم کنه تونه یگان بخشو اوچگی دیدگید می یگان بخشی شما حاضر دخترتون ما خوزه نبیاد پیش بخشی میرید دختروی خودش همه شونکه گشته است سیوه در اومد بیندم بخشوی پسرو شما زن نرسد پیش بخشی میرتون بینه پسروی خودشون زن نرسد دو تا سیت زنگته گشتن بخت نیست خونه خودشون اگر همون بخشی بخت وارده میتونست کشایشی کار میتونست دمادوی نغز میافت اوتا بیگ بای کیلندوی نغز میافت همون پیش بخشی یعنی خودشون میکردن فرزندای خودشون یعنی همه نیکی فرزند خودشون میکنن دیده دونسته با هم خیلی بخشوا رفتن این احمقه و جای محترم ما باید هم خودمو هم اهل و عائله‌مو یار رفقم همسایه‌مو رفته باید نمونه شیم که ما باید بخشینه الله پرست شویم الله با دعا کنم دعا ما همه خیلی بدعت و خرافات به درما برفتیم که یادش که جنگ کنه پیش بخشی میره چه میگود خو که قبرستون گته برده پتی میمرد نخود که کسی مرده نشه خواهی ام مردن وای من شما چه فایده دعا کنید ای الله همون انسان اگر فکر شما خطا باشد الله وای هدایت کنه انسان نیک شود ام مردن شه آدم ناقص شود ناقص نمی عقل شما فایدهش نرسد دیگه کسی میرسد عقل فایدهش نرسد ضررش نمیرسد کو یعنی شما وقتی که الله میگوید قرآن انده من تمام گناه خواهم بنده ها میبخشم میگم من تا اینجا به نماز بدید الحمدلله نماز خون شدیدم تو شاید این همه میخوندین شاید میگم شوها تو من که گفت درق میزدتون شاید الله بخشد لیکن کسی که بخشی میرد الله به شریک آورده نمیبخشد الله کسی که مزار رفته مزار با قوت کرد گید الله نمیبخشد قبرستان رفته مزار با قولمش کرد گید الله نمیبخشد توبه کنید نه مزار قوت که میتونه شما نه مرده ها قوت که میتوند نه یگان بخش قوت که میتوند ما نماز انده میخوانیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین میخونیم فوتانده معناش همین که الله من فقط چه عبادت میکنم فقط چه دعا میکنم پیش بخشی نمیرم سحرگر نمیرم مرده ها مدد طلب نمیکنم افتگی گپ ما زنکو چویش دیگه چه جنگ کرد ارباب دودم زند دودو خودشون بازورش نه خبرنده دعای من شما محتاج و هم ما باید دعا کنیم که الله دودم رحمت و مغفرت کن قبرشون یک روضه باغ جنت گردون دودو بیش ما ایش که زن نمیتونه اگر تونه دگور خسته اومد میاد که دخترم نماز خون دخترم الله به عبادت کن دخترم سوچکچی نشو شود به گپ دروغ نزن یا جو پرسه اشود پرسیده رو درش پسی که رفته اومد نیران نکن گفته میگفتن اگر میتونستن لیکن افسوس کی بعد از مردن تمام دیگه خیستی هم نمیتوند هیچ که مدد کنه هم یاردم کردی هم نمیتونه برای همه مرده های ما فقط میکنیم دعا میکنیم ام مرده قوت پرسیدن این شرک مدد طلب کردن یا دشمناتون دستاتون قرص کرد ارباب دادم ارباب بیدون هیچ که زنه میتوند فقط یگانه ذاتی که ما یاردم میکند این که این الله همه چیزا خداتون به یعنی حاجشتون الحمدلله من بسیار چیزا اومده فهمیدید اینجا رفته با بخش روید با یتشکت جنگ کنید قهری شوید با دستاتون قرص کرده ارباب فلان چی زند فلان چی مرد این کار من شما نه اوجای محترم بعضی میشد ماید یک چیزا شما بخش میرید کیلنده تون کت پوسکنو میکنن یا کیلنده میرد یکم خشتومن چرا اپاتون با گرم نمیکنید کیلنده پیش بخش میره اون با خشتومن با قید درم کمیته این کمیته و این کمیته اپاتون با کنید همین چیزا اپاتون کدام کشکش میشه برای همه ما درس اینجا من یک چند یوشوان همتون کیلنچک فرض کنید که شما فردا خشتومن میشید شما هم فردا الله چه خیلی که خشتومن کتید زیادتر که شما نصیب میگرداند اگر نیکی کدید اول زیادتر نیکی میبینید بعدی کدید اول دیده سختتر کیلنده الله شما مناسب میبینه با قرار یک شده که واقعا یک نزدیک خدمات شریکم رو صحبت کشته زنشو میگو جخدشته زنم گفتاست که کیلن کوفسین فلان چی دخترش ناز استوانچی سخت انتم خیلی گود بچه یعنی ایماندار کمپر گفته است خاطر نشو یا دعا کنید الله کیلنده نقصیت گفت دست براشته دعا کم گفت هم مادرم چه خدمت کوشی یا خیلی تو هم کیلن نصیب گردونفت زنم میگو خفه شد خیلی دعا نکنید خیلی دعا کنم گفت مادرم چه خیلی کوشی من دعا کردن که اما مادرم تو باینا یا خیلی کیلن نصیب میکنه حتی گفتم که ای الله انم خیم دیگه نشد خودش با یا خیلی کیلن نصیب گردون انا همیننده فردوسانی قدر خشتومم میرسی
انشالله من گمان میکنم که هم ماتو خشتومنا کلندو خدمت میکنن، چون که سوخ مونده حتی دختره که گنده هم بر خشتومنش گفتش میکنن. نه وقتا باشدم بغبغ که باشدم یعنی برای میکند، لیکن همه برای میکنید، همه اخلاص محبت که خدمت کنید، انشالله نزد الله هم اجر میگیرید و انشالله الله شما هم یک کلند نصیب میگردونه. و خشتومنا هم این چیز درس که بسیار چیز منه یک خونه دیگه چیز گم شد کلم به تمام میکنه. خشتومنا خفه نشدون هم دیگه خونه مونده هم دیگه همه یک چیز که شاید گم شود کلن نایب دور بهش بخش را کلن نایب دور. کلن اصلا شما شکر کنید که دختر کس اومده شما خدمت میکند، پوچک زیر میکند، داخل خونتون مو میزند، خونتون میرواد، پسرتون من با این بیزیوک باشدم شون گفته خدمت که میشیند. شکر کنید که هوای نرسیدگی پسر شما کی میرسه؟ هوای رسیده یعنی شما نویردار شدید. باید که یعنی اینجا ده مو قدر یادگاری و رسته نموده کر کلن دو قدر خشتومن با خشتومن قدر کلن با همه ده اویله من شما برکت میشه. این شما کلن خشتومن دشمنی کنید توکیا یا روز عمر دراز باشه، هر روز جنگ قدم میگیرین. اصلش فقط عیب کلن یا عیب خشتومن نمیشد که عیب امروز کلن خطا میکنند فردا خشتومن. از شما هم اگر خشتومن و کلن تو اگر سخت باشد خشتومن و کاغوتونه کیسیتونه که صبر کن تو. اگه توبه کنید که کلمه شما نصیحت کنید که کلن انا من کسایی چیزا منم خشتومم کیسی کشتیم باور که تیم میکشی بیا توبه کن گفتن. این دنیا چیز قزقمش کسی نیک راست چیزی. امروز من شما فرصت توبه، امروز حیات ما خدمت کده عبادت که گرید. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن روزگی الله روزگی پدر مادرند. اگر شما کلندو خشتومنوی که قینتا خدمت کنید، اگر میبینید که شوتون گرچنده که چطور باشدن پدر مادرش و ناز که شما ناز میبینن. من یک چیز به حیران میشم، دودرونا هر یک دودرا هم متونه فرزندتون ایده رسو ناز نگه میکنن. تو زنگری دودرونا جنگ کند قاری نمیشه، میدونید جنگ کند قاری نمیشه، یادگاریشو پل تیاگ میکند، پل گرگ میکند، قرصیاگ نمیشه، زنگ گرفت اینمیش میکنه. دیما کینو با اینجا زنه دودانو جمع میکرد قرار نشه بعد زنگتن بعض انسانو میبیاد اما حج تو حج بام میبیون من دودانم که 15 سال باز قاری ای بینی میکی یک بچه دوم غلطی دگی یک جو شیر مکدگی یک کوسه اوقات خودگی مکتان دا کوچش طرف میکشد اپچش نگه میکند اپچش نگه میکند حتی جوش بیاد تمونچش میشود میبینی که من اپچم که 5 سال باز قاری هنگوی با فخر میکنه هنگوی من تانه کرد حتی کنه سمیشید کی شما مختمش کنید جنگ کسان جنگنده کی یادگاریش مختمش میکنه شما گام نگفته جنگنده همت منسوق میگود عیبتون رو میگود بعد 2 ساعت 3 ساعت از 3 روز زیاد خارش هم ممکن نیستش. همون خارش دادن برای سه برای همون آدم کی عیبش باشد یعنی عیبش اصلاح کنه تا قهر میشید کی تو که سخت رسد کین با من قهرش دیمگ من این کور گپ چطور زدیم گفتم مو قهرش مو فخر که میگردم من فلان چی که 2 سال باز نجاقسیم استوانچه همسایه کتی 5 سال باز دور برو نکسیم. نه مسلمان دنخیلش نیست. مسلمان باید الله با اطاعت کنید. الله گفت که بعد از اطاعت من و پیغمبر پدر مادر به نیکی کنید. همون پدر مادر زن شوهر همون پدر مادر مو یا که مثال به این نهایت بعضی خشتومنا بود از فرزنده جنگ سر میدادن زنو کتی یا که بعضی زنها های شوهرشون ضد مادرش ضد دادرش گزگز میکنن. الله ترسید الله فردا روز قیامت تنده میپرسد این چیزویا یگان تمام حقمونی حقی یک کس مثل فرزند باید یکم زن پیر شود هم زن یافت میشه لیکن مادر دیگه یافت نمیشه دیگه بیویش نیکه از مادر بچه کتیاد لیکن 70 به درودم زن یافت 30 ساله اون سفر یک اوجا اومدن 25 ساله دختره که 70 به رفته گرفتن زن دویم های لیکن مادر پدر جاش هیچ کشه نمیتونه. فرزنداتون خیلی تربیت نکنید. خیلی من مادر خودتون مسخ رسد دختراتون نیکن دمود این خیلی کامه حرکتی نیکن سراتون انش بکیلندی سخت میرسید. ما باید هر یک کس حقشه همه جون حق مادر زن دولش کنه میتونه حق زن میشه جای مادر دیگه هر یک انسان با حقش ما عدالت کنه یک کس به ظلم کردن ما شرط نی. حتی بعضی فرزندا میبیون ما میپرسد که مادرم من زنم که ناز معامله کنم نمیخواهد میگه به فرزندتون بخنوک شد وقت شما نمی یک من دیور زن سر داشته 6 هفته زنگرسی میکنی اره خدا مجاز در دریزه تو پلن کنه سیکه میتونی شکر کنید که فرزند ناز تربیت کنید که زنش که خوش معامله
وزن اشکت نقشوات بعض و رشک مادر عیب نیم رشک کردن فرزند با یا اینکه بعضی زنها پدر مادر با شوهرشون یه چیز بیارد من به ناوردی مادرش به نبیارد کیوا بیارد پدرش به نبیارد کیوا بیارد نبرو گید که شما من هولیوشم پدر مادر به خدمت کنید آهو دعا کنم و بخنوک میشم این روزا ما یک دیگه دین ملتش نیم ما اسلام انده رسول الله صلی الله علیه وسلم به این نهایت نیکی کنتم گفتن ولی یه روز از روی تو که سرم میبیاد همه ما کیلندویم خشتومنیم فرزندایم پدر مادر همه پشیمان میشن حتی به نمازی هم پشیمان میشه روز قیامت نمازخوان‌ها هم پشیمان میشه است نیکی کدگوی هم پشیمان میشه است نیکی نکگوی هم نیکی نکگو میفته است که چک نیکی نکردیم میفته است نیکی کگو میفته است که چک بیشتر نکردیم گفتم بخری یک اویله جنگ شد من چقدر مراسو اندازته رفتم خشتومن گیرسته نکن کلان سال عیبا گفتن خلاص کیلن عیب دار رفته کیلن که جقم خلاص خشتومن عیب دار سونی کیلن ما سوال دادم همه شما سهرن خیستید و السلام علیکم آیا جان خیستید من او طهارتتون گرم کردم نمازتون خونید نماز خونده شان نونشتتون سیدلتون کیسوس من دو تا تخم جوی برید من دو تا قلمتون گفت شما پیش قدمی گفتم خب شدم من جان کفتم تو خب شدم کار کردید که شما گوش خونه داد گفتم یعنی بینید اینجا عیب میشد بعضی زنکایی که کیلندو نسات کی پول خونه خودتون مادرتون آدم اشخاص گذرد انجق میشد سخت میرسد آدم با گپ باور نمیکند گپ دروغ یعنی بسیار چیز سخت میرسد خود بچی‌هاش با این همه چیزا خودش بس روز قبول میکند اونجا رفته پچر کردی من جقسوس میگو الان چیزا که صبر کنه چون که من شما یه روز پیر میشه یا اینکه خوشتومانه هم سو گمون نیک کردن همون سو کیلن دختر با این دانسته چون که یک من جون زندگی میکنم با سونیا خاراکتری چطور خاکی یا خوشتومانون دم کیلن دادم برام همسایه و گنده میکنن کیلن خودتون برام همسایه گنده میکنین مختمش نمیکنین کیلن دو این کیلن نیست پدر مادرش به رحمت که همخی دختر تربیت که من با ورده داد بود بویافتش هم با ورده داد چهار تا خونه ما پر کرد اساس خونتون همه چیز کیلن خفه نشید دو تا خونتون چهار تا خونه جو کسی در روسنده تو همه چیزتون بد که گرفتید ابو شکر که دختر چه که بعضی کمچلکاش به چشم پوشید نه برات همسایه برام رحمت گیدون کیلن فهمت سون میگه که این خشتومن نظم میدن تو سون بیشتر خدمت میکنن انا که شما برام گنده میکنید انا که همسایه یک تا نموده بعد 2 میل دوباره چکنده میگو یا اپاش پر رفته میگو سونی و اپا هم تلفن میکند خدمت نکن یا اینکه بعضی کیلندو میبرد همسایه برام خشتومن گنده میکنه و همسایه شما یک سال باز کیلندو همسایه کنی 30 سال باز در برام میکنه ولی برام یک تا نموده چکنده خوش نکرده میگو هیچ وقت یگون کس هم خیلی گنده کردن برامده تعریف کنید خیرت همون خونه کیلن شاگم الحمدلله یک خونه چطور با کیلن میشم سی میکنم همونو من کیلن کن که من مزه کشتیم شوم نقص رزق یافتم مثلا بوی مکم بغل مشکام و سیر حلال خوسیم ایام سرشون در نکند اکوم سرشون در نکند گوید اون همسایه برای درما میگو خرسان شده سونی بیشتر شما معامله میکنن بیاید ما اکن گام میزنم گویم گام بسیار یعنی ما که یک انسان شویم که همه حواس کنند نه فقط همه حواس نه الله روزی شود شد مهمش الان چیزا عمل کنم این بود کمتر درباره مسجد الغمام و موضوعمو دیگه شد ان شاء الله امید میکنیم که همه ما هم فایده میشه گفته امید میکنم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مسجد ابو بکر رضی الله عنه و مسجد الغمام terus nanggung pis plakat dunia. Apa?